از روز اول خودم رو اونجا دیدم. با برادرم دوتامون رفتگر بودیم. زدن بعضی ها میگفتن که لهجه شیرازی دارید، چطوری میتونید شهردار بولیج بشید؟ من خودم رو اونجا دیدم. ایمیجینیشن این بود که من نشستم پشت میکروفون، جلو من نوشته مهر دلشاد. از اون موقع همیشه اون فکر رو کردم، اونجا رو خودم دیدم. وقتی همچین کاری بکنید ایموشنالی خودتون رو میذارید اونجا، خودش میاد. در گرماگرم انتخابات شهرداری، جیمی نامه‌ای به خط فارسی از فرستنده ناشناس دریافت کرد که در اون تهدید به مرگ شده بود. یعنی با تهدید مرگ هم شما رو نتونستن استاپ بکنن؟ نه، چون که هدف خیلی مهمه. گفتم خب نمیخوام به کسی بگن ترسوندیمش رفت. اگه هدف تو نگاه بکنی چیزهای دیگه رو نمیبینی. ایرانیای زیاد آوردم توی شهر بولیج تو کار کنن، چون هدف این بود که ایرانی‌ها شأنشون بیاد بالاتر، مردم بگن نگاه بکن مثلا چه شهرداری داشتیم. Jimmy Delshad